دکتر دنیس لیدی، باستانشناس آسیا در موزه متروپولیتن آمریکا در شهر نیویورک، افغانستان قرن یکم و دوم میلادی رو با امروز شهر نیویورک مقایسه میکنه. اون وقتی به این نظر رسید که روی 6 اسکلت افغانی در اون زمان تحقیق کرد. داستان از این قراره که باستانشناس روسی ویکتور سیریانیدی که تخصصش برنزه درباره تیلیا تپه و منابع برنز این تپه میشنوه. پس از شروع کار در اونجا در حین حفاریاش چیزی پیدا میکنه که خودش اول فکر میکنه صندوق برنزه، اما بعد با 6 تا قبر ناشناس باستانی روبرو میشه. یک مرد و 5 تا زن که همزمان لباس به تن دفن شده بودن و لباسهاشون پوشیده از طلا بود. یعنی خانواده سلطنتی بودن؟ بحث سر همینه. اتفاقا ما نمیدونیم. تنها چیزی که میدونیم اینه که اونا بسیار ثروتمند بودن و سبک زندگیشون طوری بوده که ثابت میکنه با دنیای وسیع‌تر از محل زندگیشون در ارتباط بودن. در زمان طالبان به موزه ملی افغانستان حمله شد. یکی از اعضای موزه این منابع رو در صندوقچه آهنین میگذاره و با کلید صندوقچه ناپدید میشه. پس از فروپاشی طالبان با حکم دولتی از طرف حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان، صندوقچه آهنی باز میشه. این نمایشگاه داستان‌های زیادی داره. یکی از داستان‌ها البته ماجرای شجاعت باستانشناس افغانیه که در زمان بحران‌های شدید و جنگ افغانستان خیلی از آثار هنری این کشور رو پنهان میکنه. ما فکر میکردیم همه این آثار نابود شده بودن، ولی حالا فهمیدیم که از خطر دور بودن. این خیلی داستان مهیجه که آدم دلش میخواد بنشینه و از خوشحالی گریه کنه. و داستان دیگه اینه که این آثار هنری نشون میدن که افغانستان همیشه دنیای شرق و غرب رو به هم وصل میکرد. جواهرات طلایی که در موزه به نمایش در اومدن همه از روی اسکلت اجساد پیدا شدن و هر یک معانی خاصی دارن که به باستانشناسان در شناختن افغانستان اون زمان کمک زیادی کردند. این تاج یکی از زنان بوده که نشون میده این زن از همه ثروتمندتر و مهمتر بوده. بعضیا فکر میکنن که این میتونه یک معنای مذهبی داشته باشه و به مراسم شامانیسم یا جادوگری ارتباط داشته باشه که معمولا ما از اون به عنوان یکی از قدیمی ترین فرهنگ‌های اولیه تمدن بشر یاد میکنیم. اما نکته جالبش اینه که تنها جایی که در دنیا این مدل تاج با این نماد درخت‌ها و پولک‌های آویزان طلا پیدا میشه کره هست. اون هم در قرن 4 و 5 میلادی و فقط در جنوب شرقی این کشور، یعنی 300 سال بعد از تیلیا تپه. یکی از خیلی چیزا که نمیدونیم اینه که چه کسی این جواهرات و این کار هنری فوق‌العاده زیبا رو روی طلا کار کرده. از دنیس میپرسم که این ثروت چقدر ارزش داره و الان مال کیه؟ اصلا قابل قیمت گذاری نیستن و مال موزه ملی کابل هستن. نظرتون چیه وقتی این کارهای زیبا و فرهنگ غنی افغانستان رو میبینین و با افغانستان امروز جنگ و طالبان مقایسه میکنین؟ نظر من چیه؟ ببین، این نظر شخصی منه، ربطی به نظر موزه نداره، اما به نظر من این داستان خیلی ناراحت کننده و غمگینه، چون به عنوان کسی که علاقه‌مند به دنیای باستانیه و در این زمینه مطالعه هم کرده، به خوبی مطلعم که انسان‌ها توانایی ساختن زیبایی‌ها رو دارن و این واقعا منو ناراحت میکنه وقتی چهره دیگه ما بیرون میاد و ما به جای تقسیم زیبایی راهی پیدا میکنیم برای جنگ به هم دیگه. من از صمیم قلب آرزو دارم که این نمایشگاه به مردم حداقل در کشور من یادآوری کنه که افغانستان چه تاریخ پیچیده و سطح بالایی داره و ما به اون به عنوان یک جای زیبای دیگه دنیا فکر میکنیم، نه به عنوان جایی که ازش عصبانی و ناراحت هستیم. عکس‌العمل‌های مردم هم باید جالب بوده باشه. ما 2 نوع عکس‌العمل رو شاهد بودیم. شنیدیم که میگفتن خدایا این چقدر زیباست و خیلی هم میگفتن خدای من. اینها تو اون زمان در افغانستان وجود داشته؟ چه جای فوق‌العاده‌ای. پس از این همه سال جنگ، افغانستان فقط طلا از دست نداد، بلکه تاریخ و تمدن این کشور با خون و خونریزی عجین شد. روند بازسازی افغانستان که چند سالیه شروع شده تا سالها بعد هم ادامه خواهد داشت، به امید اینکه افتخارات گذشته افغانستان رو دوباره زنده کنه. سلماز شریف، نیویورک، تلویزیون فارسی BBC.